بزرگترین گنج ایران نه برای نادرشاه افشار جنگجو بود و نه برای شاهان قدرتمند صفوی. بزرگترین گنج ایران در اختیار آخرین شاه هخامنشی داریوش سوم مقدونی توی تخت جمشید حدود 9000 تالنت طلا و 40000 تالنت نقره به غنیمت گرفت. هر تالنت با معیارهای امروزی حدود 2 کیلوگرم بود، یعنی بیش از 1000 تن غنیمت با ارزش. مورخ مشهور یونانی دیودور نوشته که اسکندر این غنیمت رو با بیش از 3000 شتر بارکش و 10,000 جفت قاطر به کشور خودش برد. اما این تنها بخشی از ثروت عظیم هخامنشی ها بود. داریوش سوم یا همون دارا به عنوان آخرین شاه رسمی هخامنشی ها از تخت جمشید به سمت حکمتانه پای تخت تابستانی هخامنشی ها عقب نشینی کرد و به که بزرگترین گنجینه ایران، گنجینه داریوش هخامنشی، یک افسانه است یا هنوز توی دل زمین مخفی شده.